سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ آشان پیلیکس هستم و آمدیم با بازی خفن. Let's go. من بچه این چند دقیقه حقیقتا تمرین کردم ولی نتونستم از اون خونه برم بالا. یه بارم تونستم که خودم انداختم پایین واسه ویدیو گرفتم و اونم خراب شد در رو نفرین. این بچه بازیش نقصه گوشی هم داره. خلاصه دیگه واسه تون پایین این ویدیو واسه تون میذارم. ساکت خوب رفتم. ساکت همینه را قلبم اومد تو دهنم. خدا وکیلی. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too steep. The player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. ممنون میشم. خدا وکیلی. نه نیست. پل ولگرده. صدا داری؟ بابا این شرطی بود. کاملا ریلکس. کاملا ریلکس. اصلا من عجله ندارم. گرفتم. میدونستم اینجا اینو میگیرم ولی بالا بودنش شانس شاید داری. اوپس. بخوره تو سر دهنده. سوزنده بازی آهن بخوره تو سرت. من گیر کرده چوبم. داشت چوب به خدا که دست نمی کنم. یه ثانیه آهنگو داداش میبندی؟ فشار بشتی بسید. کاراکترم با خودش خدایی درگیری داده. بیا درگیری. نامستر کرده رو
برو بابا به ما نمیخوری. بچه فقط این صحنه گرفتم یه قبل میخواستم اوکی واسه جامپ زدن اینجوریه. چه گادت شد. ولی اینجوری باید کارو پیشه بردی. دوستان من این ثانیه چند جای تاچ میکنم تا بتونم اینجا شرط کنم. خب دوستان مأموریت با موفقیت پیشرفت کرده. ترسیدم. خطری بود کارم. جون خوب نیفتی ها وجبی نیفتی. وای باز دوباره یه جای جدید گرفت. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the area. It might take you an hour to get over that tree. A lot of people never got past it. You prod and you poke at it. کاملا آیسته باید برم بچه. Trying to find a way up and over. There's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking. فقط قیافه مرده رو بچه. آی نمیدیست باید یک خرید. او نه از اینجا نباید بیفتم بچه نباید بیفتم. اوکی وای چی شد. داره این کاراکترم خود درگیری داره احساس میکنم. نه اوکی نه Do not stand at my grave and cry. میشه خفیشی داداش خدایی ممنونم. خب دوستان کات تا برسم به اونجا فشار رو برقرار. خب دوستان بالاخره رسیدیم به اونجا. To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche. داداش خب دوستان برگشت. Life is a mosaic of pleasure and pain. Grief من تو کار میزم دوباره برسم. خب دوستان به هر تقریب خودم رسیدم به اینجا. نه اوکی اینجا شد. دلقه اینجا شولی اومد دستم بچه. ببینید خب دوستان از فشار خوردم ویدیو قطع کردم، فشارم خالی کردم و دوباره رسیدم به اینجا. کاراکتر یه بار درست میپره یه بار نادرست میپره با خود چندی داداش.
خب دوستان کات. دوستان یه جوری برگشتم محله اولش. دوستان اصلا با برگشتم نه ببین یه جوری برگشتم اومدم به محله اولش پرت شدم اینجوری. خب بریم ادامهش، البته بعد اینکه فشار خیلی خوردیم. خدا این بازی بده. با چه امیدی این بازی ساختی؟ تو با چه امیدی این بازی ساختی؟ سازنده ای بازی فهمیدم چوب دستیشو به هر سمت مثلا بخوری اینجوری میخورم. الکن با چی؟ خب دوستان اومدیم اینجا با یه عالم بدبختی. من چرا باز این حرکت رو میزنم؟ کیه؟ داداش من نخوام تو آهنگ بخونی باید کیو ببینم؟ میخواستم تکنیک گام بزن. اینه تکنیک تازه یا خب حداقل تا اینجا اومدیم. خب دوستان فقط سیس منو به زور اومدم اینجا. ببین 20 دقیقه از تایممو واسه شما واسه این بازی چی بگم خیلی خوب تلف کردم. 20 دقیقه از تایم با ارزشمو. الان بچه میگم خب دوست نداشتی تلف کنی تایمتو. به خدا اینجا لبه بیخواستیه یکم خودتو کش کن ها. فقط نیفتیم پایین. چی نمیخواد جون بکنه یه کاریو کنه سازنده بازی. داشت میشد ها. نه داشت اینجوری. جامعه کنیم الان خوب شد. عالی. خب نیا اینجا. خیلی کارم گولخ بوده یه میشد ها. اوکی. خب دوستان استوب میزنم و اینجا رد کنیم. بازی منو دیوونه کرد. خب دوستان ما تا اینجا اومدیم. بقیه شاید من بیفتم. خودم بازی میدونه. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be دوباره استوب میزنیم. آخ جان. But I couldn't. خدا دوستان اومدم اون که سنگه بود اونجا رفتم روش از اون زیرش افتادم. من دیگه نمیخوام حرف بزنم. دوستان عزیز به سختی خودم به اینجا رسوندم. خب بریم. خب
از این ویدیو خوش اومده باشه لایک کامنت دوم نشه لایک سابسکرایب یادتون نره تا یه ویدیو دیگه خدافظ.